با عرض سلام و احترام خدمت استاد بزرگوار جناب آقای آتیلا قشقایی، بنده باران باقری هستم، کلاس پایتون پیشرفته مجتمع فنی تهران، شعبه میرداماد، روزهای پنجشنبه ساعت 3 تا 7 با ارائه پروژه انبارداری در خدمتتون هستم. همونطور که می‌بینید این کد اصلی برنامه هستش که به سبک OOP نوشته شده. به منظور بررسی جزئیات بیشتر پروژه ما پروژه رو ران می‌کنیم. همونطور که می‌بینید این UI اصلی برنامه هستش که از 10 بخش اصلی تشکیل شده و در نوار پایینی هم میتونیم اطلاعاتی مثل ساعت و روز و تاریخ رو مشاهده کنیم به علاوه اطلاعات کلی خود پروژه. دو قسمت اول این پروژه به منظور مدیریت کاربران هستش. مواردی مثل ثبت کاربر، حذف کاربر یا ویرایش اطلاعات اون رو میشه در این دو قسمت انجام داد. و موارد بعدی، یعنی دو مورد بعدی به منظور مدیریت کالاها هستش که دقیقاً از همون الگوی دو قسمت قبلی پیروی میکنه. باقی موارد کور اصلی برنامه رو تشکیل میده و در واقع فرآیندهایی رو لحاظ کرده که به منظور مدیریت یک مجموعه انبارداری لازم هستن. خب ما وارد قسمت اول میشیم، ثبت کاربر. یک کد پرسنلی در نظر میگیریم برای کاربر و ذخیره کاربر رو که میزنیم با این ارور مواجه میشیم که این کاربر قبلا در سیستم ثبت شده. به همین منظور ما باید یک کد یونیک رو برای کاربر در نظر بگیریم که ما اینجا کد 1010 رو در نظر گرفتیم و برای اطلاعات کاربر من اطلاعات خودم رو در اینجا قرار میدم. یک کد ملی برای کاربر در نظر میگیرم، سال تولد، ماه تولد و روز رو انتخاب میکنم و عنوان شغلیش رو کارمند در نظر میگیرم و در این قسمت هم یک عکس برای این کاربر انتخاب میکنم. با انتخاب گزینه ذخیره کاربر میبینیم که این کاربر در سیستم ما ذخیره شد و گزینه پاکسازی فرم هم به صورت یک کوئسچن باکس هستش که اگر نو رو بزنیم اطلاعات داخل فرم باقی میمونن و اگر یس رو بزنیم اطلاعات پاک میشن و ما میتونیم کاربر جدید رو وارد سیستم بکنیم. خب داخل بخش بعدی یعنی لیست کاربران ما میتونیم یک نمای کلی از کل کاربران مجموعه داشته باشیم. یک جدولی هستش که به طور مستقیم به پایگاه داده SQL ما متصل هستش که اینجا خوبه یک نگاهی هم به خود پایگاه داده داشته باشیم. همونطور که میبینید ما اینجا جداول مختلفی برای هر کدوم از بخش‌های پروژه تعریف کردیم و داخل این جدول که جدول یوزر هستش میتونیم اطلاعات کلی همه کارکنان رو مشاهده کنیم. خب برگردیم به خود برنامه. در قسمت اول یعنی قسمت بالایی برنامه ما میتونیم کد پرسنلی کاربر رو جستجو کنیم برای مواردی کاربرد داره که در واقع تعداد کارمندان خیلی زیاد باشه و امکان جستجوی کاربر به صورت دستی وجود نداشته باشه. با سلکت کردن این کاربر ما میتونیم اقداماتی مثل حذف کاربر یا ویرایش اطلاعاتش رو انجام بدیم. اگر حذف کاربر رو بزنیم با یک کوئسچن باکس مواجه میشیم و اگر که ویرایش کاربر رو بزنیم اطلاعاتش داخل این قسمت بارگذاری میشه. ما به عنوان مثال سال تولد این کاربر رو از سال 60 به سال 75 تغییر میدیم و ذخیره کاربر رو میزنیم. اینجا کد ملی هم باید در رقمی باشه و میبینید که اطلاعات ذخیره شد. حالا اگر که برای بار دوم این کاربر رو سلکت کنیم میبینیم که سال تولد جدید جایگزین سال تولد قبلی شد و اطلاعات آپدیت شده. توی قسمت بعدی تعریف کالا رو داریم. به منظور تعریف کالاهایی هستش که بعداً در فرآیند انبارداری و ثبت سفارش مورد استفاده قرار میگیرن. ما اینجا میتونیم اطلاعات کلی هر کدوم از کالاها رو ثبت بکنیم. من اینجا کد پرسنلی انباردار رو وارد میکنم و یک کد کالا به این کالا تخصیص میدم. به این منظور که این پروژه کلا به منظور انبارداری میوه‌جات در نظر گرفته شده، من گروه کالا رو میوه در نظر میگیرم و عنوان کالا رو هم موز انتخاب میکنم و نوع بسته‌بندیش رو 100 عددی و نوع کالا رو وارداتی. با انتخاب یک عکس مناسب برای این کالا در نظر میگیرم و ذخیره کالا رو میزنم. میبینید که این کالا با موفقیت ثبت شد و پاکسازی فرم هم که به همین صورت قبل عمل میکنه. خب ما در قسمت بعدی کالاهای ثبت شده رو داریم. توی این قسمت میتونیم لیست کل کالاهایی که در واقع برای این انبار تعریف شدن رو مشاهده بکنیم. در این قسمت هم میتونیم کد کالا رو جستجو بکنیم و مثل قبل طبق الگوی قبلی ویرایش رو روی هر کدوم از کالاها انجام بدیم. ما مثلا کالای موز رو انتخاب میکنیم و میبینیم که کاربر ثبت کننده این کالا انباردارمون بوده و ما اطلاعات رو اگر که خواستیم تغییر میدیم و اگر که خیر هم به همون صورت در نظر میگیریم و وارد بخش بعدی میشیم. داخل این بخش ما ثبت ورود کالا رو داریم. به منظور زمانی تعبیه شده که یک کالایی وارد انبار میشه و ما میخوایم موجودی انبارمون رو آپدیت بکنیم.
با وارد شدن به این قسمت ما کد پرسنلی یا یک کاربر رو در نظر میگیریم که به صورت معمول باید انباردار باشه که در واقع ثبت ورود کالا به انبار رو انجام میده. توی این قسمت ما میتونیم کد کالا رو جستجو کنیم تا اطلاعات اون بارگذاری بشه و اینجا میتونیم بگیم که چند عدد یا چند بسته از این کالا وارد انبار شده. من مثلا 500 عدد رو وارد میکنم و سقف کالا رو میزنم، یا کالای بعدی، کالای با کد 2009 رو جستجو میکنم که میوه کیوی هستش و تعداد 100 عدد 1000 عدد وارد انبار شده. توی این قسمت ما میتونیم با انتخاب کردن هر کدوم از این کالاها مشاهده کنیم که در واقع چه کسی این کالا رو ثبت کرده، سمتش چی بوده، در چه روزی و در چه تاریخی این کالا ثبت انبار شده و اگر لازم باشه ما میتونیم این کالا رو از این قسمت حذف بکنیم، چون که ما فعلا در مرحله ثبت اولیه کالا هستیم. اگر که احتیاج به ویرایش نبود و اطلاعات کامل بود، میشه با ثبت نهایی کالاهای وارد شده این کالاها رو در سیستم ذخیره کرد. در واقع اینا کالاهایی هستن که در شرایط موجود داخل انبار وجود دارن. پس اینجا میشه موجودی انبارمون رو یک بار دیگه چک بکنیم. همونطور که میبینید ما اینجا تعداد زیادی از میوه‌جات رو داریم که داخل این انبار وجود دارن، ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که میوه‌ای مثل نارگیل موجودی انبار 4400 عدد هستش و این در واقع به این معنی هستش که مجموع کل دفعاتی که این کالا در سیستم ثبت شده در واقع کل موجودی انبار رو به ما نشون میده. در واقع اگر که ما اینجا نمایش جزئیات رو بزنیم میبینیم که این کالا 4 بار وارد انبار شد و دو نفر از کاربران این مجموعه این کالا رو ثبت انبار کردن، ولی تعداد کل کالاهای ثبت شده در این 4 مرتبه 4400 عدد بوده. داخل بخش بعدی ما ثبت سفارش رو داریم که در واقع از همون موجودی انباری که داریم شخصی چه در خارج از مجموعه چه داخل مجموعه میخواد ثبت سفارش انجام بده. البته کسی که ثبت سفارش رو وارد سیستم میکنه حتما باید جزء خود سیستم باشه و قبلا به عنوان کاربر در سیستم ثبت شده باشه. ما در این قسمت باید کد پرسنلی اون کاربر رو وارد بکنیم. در واقع کاربری هستش که اون سفارش رو ثبت مجموعه میکنه و اینجا هم میتونیم گروه کالایی و کد کالا رو جستجو بکنیم. میبینیم که موجودی انبار این کالا 500 عدد هستش، پس قاعدتاً کالای مورد درخواست ما برای سفارش نباید بیشتر از 500 عدد باشه. ما مثلا 100 عدد رو اینجا انتخاب میکنیم، یک کالای دیگه با کد 2008 رو جستجو میکنیم و تعداد کالا رو این دفعه 50 عدد در نظر میگیریم و این قسمت هم میتونیم مثل قبل حذف سفارش رو داشته باشیم یا اینکه ثبت نهایی سفارشات رو داشته باشیم. ما کالاها رو ثبت نهایی میکنیم و وارد قسمت بعدی میشیم. داخل قسمت بعدی ما لیست سفارشات رو داریم. در این قسمت کاری که انجام میشه این هستش که انباردار لیست سفارشات رو مدیریت میکنه و کالاهایی که آماده تحویل به مشتری هستن رو در واقع در این قسمت وارد میکنه. ما وقتی که نمایش سفارشات رو بزنیم با یک لیستی مواجه میشیم که سفارشاتی هستن که فعلا برای این انبار ثبت شدن. خب ما کد انباردارمون رو وارد میکنیم به عنوان کسی که سفارشات آماده تحویل رو میخواد در سیستم ذخیره بکنه. مثلا کالاهای با شماره سریال 17 و 16 آماده در واقع آماده تحویل به مشتری هستند. ما اگر که لازم بود در این قسمت تغییراتی ایجاد کنیم یا مشکلی در تحویل سفارشات بود میشه رد تغییرات رو انجام داد و این مورد به لیست سفارشات برمیگرده. اگر که همه اطلاعات درست بود و هیچ مشکلی برای تحویل سفارش به مشتری وجود نداشت میشه ثبت نهایی رو زد و میبینیم که این کالاها آماده تحویل به مشتری شدن. در قسمت آخر ما که ثبت خروج کالا هستش ما میتونیم تعداد کالاهایی که در حال حاضر آماده تحویل به مشتری هستن رو مشاهده کنیم. در این قسمت میتونیم کد کالا رو جستجو کنیم و کالا رو جزئیاتش رو با دقت بیشتری مشاهده کنیم. هر کدوم از این کالاها که از انبار در واقع خارج شده و در مسیر رسیدن به دست مشتری هستش رو ما میتونیم انتخاب بکنیم و تحویل کالا رو بزنیم و به این صورت این کالا به صورت کامل از مجموعه انبار ما خارج میشه. مثلا این دو کالا آماده تحویل به مشتری هستن و از مجموعه ما خارج شدن. میشه با رد تغییرات در واقع این موارد رو به لیست بالایی اضافه کرد و اگر که مشکلی وجود نداشت برای خارج کردن این سفارشات از انبار ذخیره تغییرات رو زد تا کالا به صورت کامل از سیستم خارج بشه.
در بخش آخر بخش گزارشگیری هستش که در توسعه‌های آینده میشه به اون پرداخت و در واقع یک پنل مدیریتی هستش که میشه مواردی مثل روند سفارشات در ماه‌های گذشته یا در سال‌های گذشته و موارد این چنینی رو در اون بررسی کرد. با تشکر از توجه شما، موفق باشید و خدا نگهدار.